اگه شما هم کنار غذا، مخصوصا غذای کبابی، پیاز خام دوست دارید، بیایید به این سه روشی که میخوام بهتون یاد بدم و هر کدومو که دوست داشتید درست بکنید و لذتشو ببرید. پیازاتون رو خرد بکنید که بهتر از پیاز قرمز هم استفاده بکنید، ولی از هر پیازی هم که دوست داشتید باز میتونید استفاده کنید. چند دقیقه اونا رو چنگ بزنید که تندی پیازا گرفته بشه و باز بشه. برای مدل اول از سس انار استفاده میکنیم، سماق، پول بیبر شیرین، نمک و روغن زیتون و مقداری فلفل. تا مدل دوم بهتون یاد میدم شما اون قلب سفید رو برای من قرمز بکنید و سیوش بکنید و از پیج خودتون حمایت کنید. برای این روش که به سبک ترکیه‌ای هستش ما به لیمو ترش، سماق و نمک نیاز داریم و برای مدل سوم به لیمو ترش، نمک و جعفری خرد شده نیاز داریم. این مدل سوم یکی از خوشمزه ترین کنار غذایی است. سیو بکنید که هر وقت دوست داشتید درست کنید.